سلام، با یه پادکست جدید در مورد رویداد اخیر اپل، در مورد آیفون، اپل واچ و ایپادی که عرضه کرد و توی این دو روزم خیلی در موردش صحبت کردن. یه صحبت متفاوت و در خدمت ایلیا هستیم. سلام. علاقه‌مند، عاشق و متخصص در زمینه تکنولوژی. چه خبر از رویداد؟ انتظار داشتم انقلابی تر از این حرفا باشه. اون چیزی که ما زمان عرضه آیفون X یا همون X و XS و اونا داشتیم خب طبیعتا نداریم، ولی نمیتونیم بگیم که رویداد خیلی بدی بود، فلان بود، بهمان بود. و خب اپل مثل همیشه روی این که بخواد کاری کنه که کاربر و تماشاچی اون رویداد بگه واو خیلی تمرکز کرده و اتفاقای جدید و جالب زیاد داره. نظر چیه با گل سر؟ 3 سال و 2 ماه پوز بدنه تیتانیوم رو روی آیفون 15 میدی، بعد میای روی 17 آلومینیوم ارائهش میدی و میگی 30% دفع حرارت بهتری داره. بیشتری رو دفع. خیلی عجیبه. میدونی این سیاست ها یه جورایی میدونی مثلا خیلی به نظر من به سخره گرفتن کاربرای حرفه‌ای تره. اوکی کاربرای حالا عادی تر. یه دقیقه وایسا. الان مثلا یکی گفتی جوک بود. مثلا چیکار ما تخریب می‌خواستی بکنی؟ بریم که آقا بخوام این واژه بگم بیارم بزنید چی توضیح میدی؟ آره اپل روی سلفی 17 هم اتفاقا خیلی مانور داد. یعنی شما گوشی‌ها عمودی میگیری سلفی میگیری دیگه، و میتونی در حالت عمودی افقی سلفی بگیری و گفته که سال گذشته 500 میلیارد سلفی گرفته شده و همچنان سب کن مهمه، همچنان قول داده که پرایوسی کاربران در اولویت قرار داره. عجیبه. اینم جوک بود. آره 500 تا رو اینا کجا این یکی دیگه چرب نکنم تو بذار باشه. آره خودش چربه دیگه یه من کرم مثلا یه من زاکربرگ تو قبل از این نه آره من یه لحظه تو ذهنم آره ولی خب مارک زاکربرگ هم دزد اطلاعات بود دیگه. توی تاریخ هزاران مورد ثبت شد. بذارید به قول سرسبد این رویداد شروع کنیم. با آیفون ایر شروع کنیم که گفتن که به قول معروف کم ارزترین گوشی آیفونیه که عرضه شده و خب با حالا ضخامت 56 میلیمتری که داره یکی از نازکترین گوشی‌های توی دنیا میشه و خب طبیعتا نازکترین گوشی آیفون به حساب میاد. خب طبیعتا از همون CPU جدیدی که در موردش صحبت کرده بودن از چیپ A19 اومدن توش استفاده کردن، ولی خب همون استاندارد بدنه تیتانیومی رو خب طبیعتا نگه داشتن و صفحه نمایشش همون 6.5 اینچه و خب پیشرفتی که نسبت توی بحث انتقال حرارت و اینها توی این با توجه به پردازنده قوی که داره و این نازکی این خلل ایجاد میکنه. در موردش خیلی حرفا زده شده. در مورد یه سری چیزا کلا اطلاعات اونقدر دقیقی رو ندادن. مثلا در مورد بحث باتری خیلی اطلاعات اونقدر خفنی رو ارائه ندادن که چی میشه چی نمیشه. در مورد سی پی یو فقط ادعا کردن 39 ساعت آره میتونی باهاش کار کنی یا مثلا آن تایم دستگاهت باشه و خب من حدسی که میزنم اینی که اون سی پی یو که روش کار میکنن احتمالاً یه تفاوت‌های ریزی داشته باشه حالا موارد دیگه مثلا آیفون 17 یا آیفون 17 پرو یا پرو مکس موارد دیگه و ارتقایی که نسبت به نسل‌های قبلی داشتن توی مانیتورشون خب یکی از موارد خیلی جالبش بوده به نظر من. البته بگم گوشی اندرویدی 4 سال پیش من هنوز این امکاناتو داره، ولی خب اومدن از یک صفحه نمایش 120 هرتزی استفاده کردن و خب توی مانیتور اومدن یه حرکت خیلی جالبی انجام دادن. جالب که نه، خب قبلا ما داشتیم روی اندروید همین گوشی 4 سال پیش من هنوز فکر کنم 120 هرتز داره خروجی تصویر میده، ولی خب اومدن از یک مانیتور سوپر رتینا XDR اومدن استفاده کردن که خب 120 هرتز رو میگن حالا داره خروجی میده و اینا. ولی خب برای من سوال اینجاست باتری حدوداً 3000 میلی آمپری چطوری میتونه توان مدیریت همچین مانیتور و همچین سخت افزار و همچین چیپی رو داشته باشه؟ حالا باید ببینیم دیگه. آره باید ببینیم.
کاربرانش نشون میدن از فکر کنم 19 سپتامبر ارزش آغاز میشه، بعد ببینیم که البته چی میشه. من یه پوکو X3 داشتم، خریده بودم 7 میلیون. خب این 120 هرتز بود. حالا این که الان به عنوان با مبلغ آیفون 17A میشه چند تا پوکو X3 گرفت؟ اگر بیاد ایران و اگر ما مافیای بازار رو حساب فقط نکنیم، قیمت الان اینو اعلام کردن از $799 تا پرو که $1099 و قطعاً تعداد زیادی پوکو میتونی باش بخری. خیلی زیاد، انقدر که شاید خسته. من یک چیز جالب بگم در مورد رنگ نارنجی کوسموس که البته میشه کهکشانی یا کیهانی، که خب رنگ مورد علاقه منه. ممنون از اپل بابت انتخاب این رنگ، چون من از فنای تیلور سویفت هستم و تیلور توی آخرین آلبومش از این رنگ استفاده کرد برای لباسش. من از همینجا خواستم از اپل تشکر کنم. از تیلور سویفت نمیخوای تشکر کنی؟ گذشته از اینا اومدن از یه چیپ جدیدتر استفاده کردن به اسم A19 پرو. خیلی در مورد حالا این ارتقای سخت افزاری صحبت کردن، ولی برای من احسان جالبه که ارتقای اون چنان خفنی توی باتری ما نداشت. گفتن که ارتقا شده، ولی خب 3690 تا برای A19 پرو نمیدونم. بحث دیگه هم که هست اینه که این دقیقاً چیزی بود، سوالی بود که تو ذهن حالا شرکت‌گران توی این رویداد بود و هنوز پاسخی دریافت نشده. باید ببینیم، شاید هم واقعاً این نگرانی بیهوده باشه. و خب توی دوربیناشون که بیای صحبت بکنیم، بخوایم به دوربیناشون توجه بکنیم، یه عنوان دیگه بگم. یه طراحی جزیره‌ای برای دوربین‌ها که باعث شده آیفون خیلی خاص بشه، البته بین مدل‌های قبلی خودش، وگرنه پوکو خیلی وقته که از این مدل و از این طراحی داره استفاده میکنه. همین که تیلور سویفت تو این برنامه هست خیلی خاصه. ادامه. آره. اومدن توی این حالا دوربینای آیفون های جدیدتر از 3 تا دوربین 48 مگاپیکسلی استفاده کردن توی آیفون های پرو و خب مثل اینکه تمرکزشون بیشتر روی فیلم برداری و عکس برداری توی شب بوده و توی نور کم یا حالا مثلا موارد مشابه بوده که خب کسایی که استفاده کردن، کسایی که تست کردن تلفن رو گفتن که رضایت بیشتری نسبت به نسل قبلی، یعنی نسل سری آیفون 16 داشتن طبیعتا. ولی خب یک چیز خیلی جالبی هست اینه که به فکر خنک شدن تلفن بودن، برخلاف ایرادی که روی آیفون های 13 بود، روی آیفون های حالا 14 خب کم پیش بود، روی 15 ها هم گهگداری دیده میشد توی حالا استفاده های روزمره، و اینکه اومدن از یک سیستم خنک کنندگی استفاده کردن. جالبه. و خب یک نوع سیستم خنک کنندگی که از یه نوع مکانیزم بخار استفاده میکنه. خیلی جالبه. آقا البته همین که بازم پای تیلور جان وسطه، بازم همین خوبه، ربطی نداره. اومدن توی مدل‌های نرمالش از رم 8 گیگابایتی و توی مدل‌های بالاترش از رم 12 گیگابایتی استفاده کردن که خب می‌دونی بحث رم چیزی نیست که اونقدر در مورد گوشی آیفون بخوایم نگرانش باشیم. تجربه کاربری خوبی رو ارائه داده، برخلاف اندروید که خب می‌دونی مثلا میزان رم خیلی بیشتری می‌خواسته. 3 تا ویژگی که حالا ارائه کرده در مورد ایپادا که امکان اینو داره که از ضربان فکر می‌کنم ضربان قبل آره استفاده بکنه برای اینکه اصلا موقع پیاده روی و موقع ورزش یه کنترلی داشته باشه، و اپل واچی که باز دوباره تو بحث سلامتی اومده یه حرکتی انجام داده. میخوام اینا رو بگم به یه چیزی برسم. و برنامه‌ای که میگه شما 11 شب بخوابی، باید پیاده روی کنی و خیلی به فکر سلامتی کاربران خودش هست و من از همینجا از اپل تشکر. البته ببخشید دوستان، شما خودت من میدونم که آیفون 16 نرمال داری. هر شب ساعت 11 گوشیت زنگ میخوره، چه نمیگیری بخوابی؟ منم میدونم تو نزدیک خب من چون برنامه‌نویسم مجبورم که شبا بشینم کار بکنم و اونم واقعا دیگه نمیتونم غیر فعالش کنم. برای گوشی منم غیر فعالش کنم، بخاطر منم فعال همیشه. واقعا به اون کنجکاوی گذاشتمش، ولی نمیتونم غیر فعالش کنم. حالا یه چیز باحال بگم، اومدن توی ایرپادهای جدیدشون از یه قابلیت جدید استفاده کردن که شما در آن واحد میتونید ترجمه کنید.
این تصور کن یک هندزفری میذاری توی گوشت و مثل یک مترجم زنده هر جای دنیا دلت بخواد میتونی باشه. خیلی فوق العاده است. خیلی فوق بعد یه العاده است. سوال با VPN یا بدون VPN؟ قطعا نمود ایران فکر نمی‌کنم خیلی نمی‌کنم. اصلا من نیست کار بده یا نه؟ دقیقاً خیلی از این جواب نمیده. یکی دیگه از چیزایی که خب اندروید قبلا ما در مورد رنگ بندیه چیزی میگفتی ها؟ رنگ بندی ها اینطوری بود که از 3 رنگه. حالا رنگش که بلد نیستم ولی خب روی تام آبی بود، خب که تام آبی رنگه، بعد جلی نارنجی بود. آره دیگه. رنگ بود و رنگ نقره‌ای هم که رنگ اون سگه بود. خب یعنی از این 3 تا مثلا که الهام گرفتم. خب اینو من تاییدش نمی‌کنم ولی خب نظر ماهانه. حالا چیز دیگه ای که بهتون بگم اینه که خب اینا رو اومدن ارائه دادن ولی در مورد صدا خیلی‌ها گفتن که سونی هنوز هم جلو خواهد بود توی حالا هندزفری‌های بلوتوثی و اینا. و یه چیز جالب دیگه اینه که اومدن به شما عقیده داره توی دوربین هم جلوتره؟ به خود من باشه خیلی مخالف داره حرف من ولی به نظر من بهتر از سونی نیومده و فعلا نخواهد هم. حتی همین دوربینایی که الان اینجا دارن رکورد میکنن همه سونی خب گوشی آیفونن ولی باز هم سونی اون دوربین رو درست کرد و خب سونی همیشه پیشتازه توی حالا به خصوص توی حالا اون اسپیکرها اینا همیشه پیشتاز بود. یه چیز جالب اینه که دوال کپچر اومدن ارائه دادن. ببخشید سونی اگه خوب بود یه پارت کوچیک از پادکست آیفون نمیشد. ادامه بدید. زدی آقا دوال کپچر اومدن فعالش کردن، چیزی که من یادم تو گلکسی S5 بابام بود از اون موقع تا الان. خیلی جالبه. حالا بالاخره قراره یه پروموت عجیب و غریبی هم پشت بندش بشه ولی خب به نظر من نکته قابل توجه اینه که حافظه این گوشی‌ها از 256 گیگ شروع میشه و دیگه یه جورایی اپل داد و بیداد کاربرا در مورد 128 گیگا شنیده و کلا گذاشتهشون از شرقه کنار. خود سیستم عامل داره 100 2 ترابایت هست. آره نیاز اینقدر حافظه برای گوشی آیفون؟ فکر میکنم با این دوربینی که داره و خب اون کاربری که داره برای کاربرای حرفه‌ای‌تر، خب طبیعتاً کاربر حرفه‌ای‌تر میرسه به سری پرو، فکر میکنم نیاز باشه. شاید حتی مثلا در آینده نزدیک کمتر هم باشه. و صحبتی داری دیگه؟ صحبت دیگه اینی که خیلی انتظارات من از اپل توی هوش مصنوعی خیلی زیاد بود ولی هیچ کار خاصی نکردن. همین الانش سامسونگ و گوگل با حالا عرضه گوشی‌های پیکسل خیلی جلوتر از آیفونن ولی خب خیلی یه جوری دلم مثلا گرفت که چرا آیفون انقدر داره شدیداً محافظه‌کارانه میاد جلو در صورتی که میتونه خیلی بهتر از اون مسیر رفته. یه نظر شماست؟ و البته اگر سامسونگ و گوگل خوب بودن ایلیا جان شما خودت آیفون 13 نداشتید. همین سوال. خب من الان هنوز که من می‌خواستم اکسپریا اکسپریا خب ممنون اصلا نیازی نیست صحبت خصوصا هم میتونیم انجام بدیم.